قریب 3 ماه است که این وکیلان دفاع تلاش دارند از چهارشنبه حمایت کنند. شخص زیر حمایه آنها برای دعوت به سرنگونی حاکمیت محاکمه می شود. دلیل اساسی مقامات پیام ویدیویی چهارشنبه است که در آخر ماه نوامبر سال گذشته ثبت شده است. یک سیاستشناس از دوشنبه خلاصه داده است که چهارشنبه در آن با ذکر دعوت میکنم که در مقابل بی‌عدالتی برخیزید به سرنگونی حاکمیت دعوت کرده است، اما وکیلان دفاع این تفسیر را قبول ندارند. خلاصه سیاستشناس جای دارد، لیکن اساس نکنی این خلاصه در خلاصه ما دیده نتوانستیم و برای همین هم به سو دعوت کرده شده بود. این متخصص ما سوالهای خود را پیشنهاد کردیم. باوری داریم که اون سوال و جوابهایی که در مرافعه سودی گذشت در خانه مشورتی از جانب سود بها داده می شود. وکیلان دفاع از آغاز طلب داشتند که به خاطر با زبان روسی بودن سخنرانی نوارهای چهارشنبه را نه سیاستشناس بلکه متخصص زبان روسی سنجد. این خلاصه 2 روز پیش به دادگاه پیشنهاد شد. یلیزاوتا کالتونووا، استاد انستیتوت فیلولوژیا و ژورنالیستیک دانشگاه نیژگورودسک، برعکس آن چیزی را گفته است که سیاستشناس در دوشنبه نتیجه گیری کرده بود. در اساس خلاصه مذکور آمده است که در متن فایل ویدیویی از سال 21 ژانویه سال 2021 و 29 نوامبر سال 2021 در اظهارات بحث برانگیزی چهارشنبه علامت‌های پسیخولوژی لینگویستی دعوت‌ها به صادر نمودن هر گونه عمل‌های دارای خصوصیت زوراوری از جمله دعوت‌های وابسته به هر گونه تغییرات در جمهوری تاجیکستان وجود ندارد. در مرافعه روز 14 مارس بر سر همین نکته میان وکیلان دفاع و عیبدار کننده دولتی بحث زیاد جریان گرفته است. در نهایت دادرس یا سودیه تصمیم میگیرد که حق به کدام جانب است. چهارشنبه 31 دکمبر سال گذشته بعد اخراج از روسیه در دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه او با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کردند. اتهام اول حالا بیکار شده است. تنها در حالتی که اگر در کردارهای شخص گرچنده که علامت‌های جنایتی 180 ماده 189 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان وجود داشته باشند هم باید شخص اول به جوابگری مأموری کشیده شود، سپس ممکن است که نسبتش پرونده جنایتی آغاز شود. همین را اساس کرده مقامات تفتیشات پیشکی قسم موادهای پرونده جنایتی را با ماده 189 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت چهارشنبه عوضخانویچ در رفت تفتیشات پیشکی قطع کرده است.